барои мақсад телевидение бояд ки як барнома тайёр кунем атрофи ҳами чиндани пахта ноҳияи ҳамадонӣ рафтем мега раиси ҷамоат бисёр мардаки хуб меҳмоннавоз бега гирифт хонаш бурд мега ов иззати бисёр мукарду ҳами падан ала то чоя биёре лаънатиё фалон куне ина мегап шамхелияйда ма мега саҳар омадем рӯзи дига ҳами тонамо пешаи аср халос кардем гуфтем мерем гуфт куҷо мерем гуфтем меҳмонхона гуфт хонаи ман мерем ки гуфтем ака мебахшӣ намерем ба гуфт чӣ кам буди айван диде гуфтем даҳанат охӣ бисёр даҳани плефсаи бад доштаи ҳақурати бисёр мекунӣ вале ҳамн хонавода чӣ меган се чор меҳмони дангоса омадан ҳамин рӯз то мега ҳақурат шинидем шаб то саҳар баъд гуфт ки биёе падвадид накунед ҳамин мардами мо алҳамдулиллоҳ ҳамин санати пайғамбара доранд меҳмоннавозанд худоро шукр нисбати бисёри мардами мо алҳамдулиллоҳ ки меҳмоннавозанд ҳамин барои моро меҳмон барова дар меҳмонхона хоб кунад за падло ай ҳамин мега гуфт ки биёе ҳамин мара изом натен ба худо биёе брем то шумо рухсат натен гап намезанам ҳақорат уст беста гап намезанам хай мега омадем қатиш таорат кардем асра хондем шиштем чақчақ чақчақ шом шид шома ҷамоат кардем хондем чақчақ гап намезана хаппай мега чақчақ чақчақ خفتن شده است نه چویه نه بوده بشنگیده میگه هم میگه همدیگر هم تریش سرد نگه داریم یه وقت میگه گفت که هم تا دوست شوار داشت میگه بعد گفتیم گفت زن اجازه هسته یا چی پرسم تون گوش نمونده هم میگه گفتیم خیلی وقت مرا اجازت بده من فعالیت کنم گفتیم مایلش با می در اون کرد یه بار پدر تو بکشه مهمون را بعد دیگه سرخون اومده بعد الخوت اومده که نخود زندگی را به همین درجه را بیاریم نخود با درجه گوگدن شو همون خانواده که تو زمان حقارتش نکنید با مهمون چوی نیورد حضرت مولوی قصه میکنم مولوی روم بسیار یک حکایه عجیب غریب است اکثریت اهل این مسجد نشنیدنش از همون خاطر ذکرش میکنم اگر چنده که در بعضی موضوع ها ایرا بیانم کرده بودم حضرت میگوید آن یک مرغ گرفت از مکر دام مرغ او را گفت ای خواجه همام یک شخص تور میمونه در تورش یک پرنده میافته همون پرنده ها که بیچاره را اسیر میکنه که نیت خوردنش داشته است حضرت خدای تعالی مرغ به زبان میآید از مرغای سخنگو بوده است این تمثیل است برای با شما تمثیل مرغ گفت ای خواجه تو بسا گاوان میشان خورده ای تو بسا اشتر به قربان کرده ای تو نگشتی سیر زانها در زمان هم نگردی سیر از اجزای من ای مردکی خوب گفت یا فکر که در طول حیاتت ایقا گاویت خورده ایقا گوسپند بزیت خورده شترها خورده حاضر اگر بپرسیمت میگه که شکمم بوی طعام نبورده است هیچ خوک نخوردم از این قدر شتر و گاو سیر نکردی ای همین 10 گرم گوشتی من سیر میکنی هیل مرا تا که 3 پندت بردیم تا بدانی زیرکم یا ابلهم از او گفت مرا سرتی 3 نصیحتت میکنم انشالله فایده و منفعتش میبینی اولی آن پند هم بر دستی تو ثانیش بر بام کهگل بستی تو برای آن که دل دور نرود که همین مرغک فند میکنه نصیحت یکمه در بالای کف دستت میکنم اگر معقول شد سرمتی نصیحت دیمه در بالای بامت در بام کهگلیت وان 3 پند دهم من بر درخت تا از این 3 پند گردی نیک بخت بعد پند 3 وقتی که از خانه برو اومدم بالای درخت شیشتم بعد میتونم آنچه بر دست است این است آن سخن که محال رازی کس باور مکن نصیحت اول اگر کسی یک سخن محال گفت باور نکن بشنوه که قبول نکن اگر یک پنی که انداخت باور نکن اگر گفت بالفرض که تو ولی جوان هستی بگرد بخر بچر بگرد چی جان تقام میتی اون سفید کشیدی پنسیونر شدی با مسجد میرای نمازا را به جماعت میخونی باور نکن که محال است زیرا عجل
برای هر کس مقدر است از جانب خدا. عجل به پیری و جوانی کار نداره. اگر کسی گفت که برادر آخه چون میکنی این پول رسخات کرده برای مسجد صدقه جاریه گفته 3 کندیسیونر آورده زده ای او دا یک کندیسیونرش برده اوغلت بچسبون همون گاوتم راحت میکنه سلقینه که خشرو یا که مثلا برده خونه گودکو باید تاکی دیگه شب بچسبون چیبا که نداره کابینت کاری داری یا تا دیگه شب بر خونه گودکات بچسبون بشنو باور نکن زیرو زکات فریضه الهیه زیرو صدقه جاریه آن همون پولی هست که برای آخرتت میفرستی او حتما بهت میرسه. این پولا دا ممکن استفاده بری ممکن نبری او را حتما استفاده میبری. یک روز و 2 روز نه جاویدانه استفادهش میبری. پس شنیدی باور نکن. بسیار نصیحتی خوبش گفت آخی سرش داد بر کفش چون گفت اول پندی زفت گشت آزاد و بران دیوار رفت. پری سری دیوار برمد گفت دیگر برگذشته غم مخور چون زی تو بگذشت زان حسرت نبر. نصیحتی دیگه گفت اگه برگذشته صلوات فکر گذشته را دیگه نکن. نگو که سبحان الله یک وقت زمینت به $100 میفروختن هر یک سوتیخش اگر میخریدم روزی در $20,000 میفروختمش بر رفته که دیگه. نگو که سبحان الله اگر فلان کارا میکردم امروز اینقدر فایده و منفعت میگرفتم. همون چیز در روزی ایت نبود از چی غم میخوری؟ از غم خوردن ایت فایده و منفعت نیست. نگو که همسایم 5 سال پیش بچه‌م زده بود در معرکش نمیرم. خدا جان تماس کنه او زد بر جان خودش جور کرد تو ببخشش ثواب تا بگی بگذشته صلوات دیگه فکر نکن این طرف شه. بعد از آن گفتش که در جسمم کتیم 10 درم سنگ است 1 در یتیم دولتی تو بخت فرزندانی تو بود آن گوهر به حق جانی تو. بعد گفت مردک ساده ای اگه پرید از بالای درخت برمده است اگر تو مرا میکشتی شکم چاک میکردی در درون معدم یک جغلدان بگیم که معده چی دوره بیچاره گندش در درون جغلدان یک دری یک بریلیانتی 30 گرمه بود میگرفتی کیف کرده میخوردی میگشتی با فرزندات هم میراث میموند راحت میکردی. فوت کردی در که روزیت نبود که نباشد مثل آن در در وجود او خیل بریلیانتی کلون در دنیا نیست هیک کیف میکردی افسوس که از دست رفت رزق روزیت نبود است. آنچنان که وقتی زادن حامله ناله سازد خواجه شد در غلغله. مثل که زن حامله وقتی تولد کردن دو دوایش میبروید خاصتا اگر نو تولد کنه و اصلش میبروید اگر در رودان کسی که انا به خاطر زنش رفته باشه در وقتی همون بلشکی تولد فرزند میدونه آخه چخیل داد و فیغان بلند میشوه. این بیچاره خوجا وقتی فهمید که 30 گرم بریلیان بده است دیگه داد وایش برود های دریغ از دست دادم گفته داد وای برداشت. مرا گفتش نه نصیحت کردمت که مبادا برگذشته دیغمت. گفت خانه در بلندی که اوه هازی من نصیحتت نکردم چند سکون پیشتر که چیزی که گرفت دیگه غم نخو چون زی تو بگذشت چون غم میخوری یا نکردی فهم پندم یا کری. وان دیگر پندت بگفتم که زلال هیچ تو باور مکن قولی محال. 1 دقیقه پیشتر نصیحتت کردم که مردک خوب اگر چیزی محالت گفتن قبول نکن. من نیم خود 3 درم سنگ ای اسد 10 درم سنگ اندرونم چون بود. آخه خدا جانی ترا مست کنه که من خودم 10 گرم وزن دارم آخه او 30 گرم بریلیان در شکمی ما چخیل میگنجه تو هیچ عقل فراسه داری. خواجه باز آمد بخیش گفتا که هین بازگو آن پند خوبی آخرین با عقل این در سرش زد که حقیقتا احمق بود است. مایلش گوام نصیحتی سیم تم وعده کرده بودی اکمورم بته ایدتش بسیار خوب بسیار خوش. گفت آره خوش عمل کردی بدان تا بگویم پندی سالیس رایگان. اکه با اودتش گفت بسیار عمل کردی
با سیمش عمل میکنی که سیمش رو برات بگم. پند دادن بر جهول خوابناک، تخم افکندن بود بر شور خاک. بر آدم جاهلی که خوابه وقتی نصیحت هیچ اعتبار نمیته، یا میشینه و میروه، یگون فایده و منفعت از نصیحت حاصل نمیکند، حکمی او حکمی اون پرتافتن بذر است، تخم در شور خاک که تخمی پرتافتگی ضایع میشه و خلاص، از او دیگه یگان چی طمع کرده نمیتونی. لکن که خدای تعالی با او شما را از زمره همون جهولای خوابناک بگردونه که پند نصیحت بشنویم، موافقی و عمل نکنیم. الحمدلله و المنه این مسجد است. من میدونم خاصتا جوانایی که نزدیک میشینن در خانقاه هستن، بر وقت میآین جا اشغال میکنن، اینو از اون جهولای خوابناک نیستن. با شما نگاه کنه که صحبت کردن چقدر سبکه. یک ساعت در نماز جمعه صحبت میکنی، یگان ذره احساسی ماندگی نمیکنی، مونده نمیشه. برای چی؟ برای که گوش میکنن. معرکه خدا نگه داره. در معرکه آدمای ارلش بسیار اناخی میآین، بعضیش بعد مجبور میشوی سخنای قبیح بگوی تا اینکه او آرام شود.